کشور چین نه تنها پرجمعیت ترین کشور روی کره زمینه، بلکه از نظر اقتصادی خیلی پیشرفته و توسعه یافته است و برخلاف تصوری که اکثرمون راجع بهش داریم و اون رو صرفاً یک کشور تولید کننده محصولات فیک و آتش‌آشغال می‌بینیم، یک امپراتوری ساخته از خودش که توی تکنولوژی خیلی چشمگیر و مثال نزدنیه. حالا این همه کلمه‌های قلمبه سلمبه گفتم که برسم به اینجا. توی ویدیوی امروز می‌خوایم بریم سراغ 5 تا از تکنولوژی‌های عجیب و غریب و خفنی که فقط توی چین می‌بینید. پس با من و دیجیاتو همراه باشین و من مثل همیشه مریم هستم. هر کسب و کاری که داشته باشین، چه بزرگ باشه چه کوچیک، چه اول راه باشین چه نه، نیاز به یک نرم افزار حسابداری دارین که هم چاله چوله های کسب و کارتون رو پر بکنه و هم سنگینی مسائل مربوط به امور مالی و اینجور داستانا رو از رو دوشتون برداره. شرکت مهندسی نرم افزار هولو با بیش از 25 سال سابقه برای 200 تا صنف به صورت اختصاصی نرم افزار تولید میکنه و همه چالش‌ها و دغدغه‌های مربوط به مسائل مالی و حسابداری رو پوشش میده و پشتیبانی 24 ساعته هم داره. علاوه بر همه اینا فرآیندهای سازمانی کاملی هم داره که توی حوزه مدیریت و ارتباط با مشتری و فرآیندهای داخل سازمانی بهتون کمک میکنه. لینکشون رو میذارم این پایین، یه سر بهشون بزنید. چند وقتیه که وسایل حمل و نقل عمومی توی کشورهای پیشرفته و بزرگ و پرجمعیت خیلی محبوب شده، مخصوصا توی کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی. حالا دلیلش چیه؟ همین چیزی که توی ایران خودمون دارین میبینین. جمعیت زیاده، ترافیک شلوغه، جای سوزن انداختن نیستش توی خیابونا، مخصوصا شنبه ها و چهارشنبه ها، با دوشنبه ها با جمعه ها، یعنی عملا هر روز شلوغه. خلاصه که مردم خیلی ترجیح میدن که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده بکنن. حالا این هیستوریا رو بذارین کنار، برگردیم تو چین خودمون. یه چند وقتی بود که توی چین به خاطر فعالیت‌های زیاد معدنکاری که داشتن و پردازش‌های زغال سنگیش، این کشور تبدیل شده بود به یکی از آلوده‌ترین کشورهای دنیا. به هیچ جاش هم نبود به این کاراش ادامه میداد تا اینکه صدای سازمان‌های بین‌المللی در اومد. بعدم دید آقا وضعیت بهداشت مملکتش فاجعه است، جمعیت زیاد، آلودن، همه دارن مریض میشن یا دارن میمیرن یا دارن میمیرن. خلاصه که به خاطر همه اینا مجبور شده فکری کنه چیکار کنیم چیکار نکنیم. گفت من بیام روی سوختای جایگزین، یعنی سوختای جایگزینم یه سرمایه‌گذاری عظیم انجام بدم و این کار رو هم انجام داد. خلاصه که چین اومد چیکار کرد؟ اومد یه سری مزارع خورشیدی که اصطلاحاً بهش میگن سولار فارمز رو تولید و طراحی کرد که به وسیله نور خورشید برق تولید میکرد. خیلی هم محیط زیست دوستانه بود، کلی هم سود رسونده بود به چین و اینجور داستانا. خلاصه که خیلی خوشش اومد از این مسیری که توش قرار گرفته. گفت همینو بگیریم صفر بچسبیم ادامهش بدیم. چیکار کنیم؟ اومد زد تو خط تولید و طراحی اتوبوس‌های برقی که یک روش، یعنی در واقع یک سیستم حمل و نقل خیلی محیط زیست دوستانه بودن و به جای بنزینی که کلی کربن دی اکسید تولید میکنه، این اتوبوس‌ها با برق کار میکردن و با برق حرکت میکردن. حالا شاید بگین که این که چیزی نیست، کار شاخی هم نکرده، این همه مملکت کشور هستن که اتوبوس‌های برقی دارن. داستان از این قراره که طبق مقاله‌ای که توی بلومبرگ پخش شده، هر 5 دقیقه یه بار 9500 تا اتوبوس برقی توی چین طراحی و تولید میشن و اگر درکی از این رقم ندارین باید بهتون بگم که این عدده، این رقمه از کل اتوبوسایی که توی لندن هستن هم بیشتره. توی سال 2017 هم اومدن یه سری تحقیقاتی انجام دادن، دیدن که حدود 3 میلیون تا اتوبوس شهری در حال حاضر، یعنی در حال حاضر که سال 2017، الان اطلاعاتش در دسترس نیست، حدود 3 میلیون تا اتوبوس شهری توی دنیا هستش که با نفت یا گازوئیل کار میکنن و از این 3 میلیون فقط حدود 385,000 تاشون برقی هستن و از این 385,000 تا بیش از 99% این اتوبوس برقی ها توی چین هستن و تازه یک تعدادی از اینا هم بدون راننده کار میکنن. دیگه تا تهش بگیرین برین.
بریم سراغ دومین تکنولوژی از 5 تا تکنولوژی که فقط توی چین میبینیم که همونجوری که عنوانو دیدین من اسمشو گذاشتم مزارع شاغولی. میتونستم بگم مزارع عمودی ولی ترجیح دادم بگم مزارع شاغولی چون هیجان انگیزتره. حالا این مزارع دقیقاً چی هستن؟ توی این سری منطقه های آسیایی مثل هنگ کنگ همونجوری که قبل‌تر گفتم جمعیت زیاده، آلوده است و هزار تا مشکل هست. مثلا چه میدونم مثل مشکل مسکن، نفوس و مسکن. حالا داستان اینه که جمعیت زیاده، بعد اینا خونه واسه 1 میلیارد خورده ای آدم خیلی به سختی میتونن تهیه کنن. حالا یا تو خیلی پولداری میری توی دونه از اون آسمون خراشه و برجای گنده چینی واحد میخری، یا اینکه نه دیگه باید بری توی این شهراشون که یه عالمه خونه تنگ تو تنگ هست، تو در تو هست و چه میدونم آسمون خراش برج ساختن تا اون بالا یه دونه از اونا بگیری. ولی داستان از چه قراره؟ باز در کنار همه اینا تأمین کردن مسکن کار راحتیه، چون شما مثلا چه میدونم یه زمین کوچیکو برمیداری تا آسمون میری میسازی انتا واحد. ولی غذای این 1 میلیارد خورده این نفر رو دقیقاً چجوری میتونی تأمین کنی؟ نمیشه که یک مزرعه بخری و مزرعه رو ببری بالا، یا مثلا کارخونه هر که طبقاتی نمیتونی انجام بدی. چرا؟ چون مثلا نور آفتاب میخواد، سمزدایی میخواد، خاک میخواد، آب میخواد، سخته دیگه تو طبقات تأمین کردن این غذا. حالا چین دقیقاً چیکار میکنه؟ دقیقاً همین کاری که گفتم نمیشه کرد. یک سری مزارع عمودی یا به اصطلاح من شاغولی ساخته که طبقه به طبقه است و توی اینا میتونه محصولاتی رو مثل سبزیجات به راحتی کشت بکنه. بریم تا با هم دیتیلاشو بیشتر بهتون بگم. طراحای با استعداد هنگ کنگی اومدن این مزرعه هایی که توی طبقات هست رو طراحی و تولید کردن که توش بیان غذا بکارن، سبزیجات بکارن. البته نکته خیلی مهم هست که این تکنولوژی اولین بار توسط هنگ کنگی همون چینیا اختراع نشده، از قبل‌ترها بوده، ولی خب چینیا پیش قدم شدن توی پیشرفته تر و توسعه یافته تر کردن این تکنولوژی. حالا این چیزی که توی تصویر دارین میبینین متراژ این مزرعه کمتر از 2000 متر مربع، ولی سالیانه بیش از 150 تن سبزیجات داره از این در واقع برداشت میشه و بیشتر از 100 تا سوپرمارکت و اینا دارن سبزیجاتش رو تامین میکنن. اسم مزرعه هم هست هم هست فارم 66 یا مزرعه 66 و از سال 2013 شروع به کار کرده. بعد همونطور که توی تصویر دارین میبینین یا شاید دیدین هر کدوم از این طبقات یعنی قفسه ها 10 تا طبقه دارن. یعنی چی؟ یعنی 10 برابر حالت عادی این مزرعه به ما مواد میده، سبزیجات میده و برای ما چی میگن داره؟ کارایی داره. 10 برابره چون 10 تا طبقه است دیگه رو آسمونه. برای رشد دادن و پرورش دادن این محصولات از نور خورشید که نمیتونن استفاده کنن، یه مسیری درست کنن نور خورشید بتابه تو ساختمون، باید از نورهای مصنوعی استفاده کنن و یه عالمه تکنولوژی‌های هیجان انگیزی استفاده کردن توی استفاده از نور برای رشد دادن این گیاها. مثلا اگر از نور آبی استفاده کنن، برگ این سبزیجاتی که درست میکنن پهن‌تر و بزرگتر میشه. برعکس اگر از نور قرمز استفاده کنن، باریکتر و درازتر میشه برگا. نور سفید هم که تقریبا مثل نور خورشیده که یک طیف متفاوتی از رنگ‌های مختلف رو در بر میگیره. حالا با مخلوط کردن این نورها با هم اومدن محصولاتی رو پرورش دادن که هم سریعتر رشد میکنن، هم همون شیپ و اندازه و ظاهری که میخوان رو دارن. بعد از آپشن‌های دیگه‌ش همینه که مثلا چه میدونم آفت نمیزنه زمین شما یا بلایای طبیعی نمیاد، مثلا سیل هرچی کاشتینو با خودش ببره. همونجوری هم که گفتم بهره وریش 10 برابر زمین کشاورزی معمولی دیگه هم هستش. دیگه چی بهتر از این؟ اینکه یه بچه 3-4 ساله داشته باشین، بعد قبل از اینکه مغزش کامل بشه بخواین بفرستینش مهد کودک، خیلی کار ریسکیه و خیلی هم ترس داره. مثلا اگه بخوره زمین دستش بشکنه چی؟ مریض بشه، تب کنه چی؟ یکی هولش بده با مغز بخوره زمین چی؟ حالا اگر خیلی نگران اینجور مسائل هستین ولی حتما هم میخواین بچه‌تون رو بفرستین مهد کودک، از نظر من مهاجرت بکنین به چین، چون توی مهد کودکای چین یک رباتی دارن، ربات‌هایی دارن که حالا یا میتونی بگی ربات دکتر، دکتر رباتی، ربات پزشکی، هر چی که اسمش رو می‌خواید بذارین که توی مهد کودکا مستقرن. توی بیش از 2000 تا مهد کودک توی چین یک سری ربات دکتری دارن به اسم واکلیک که این ربات‌ها هر صبح قبل از اینکه بچه‌ها وارد کلاساشون بشن توی مهد کودکا به مدت 3 دقیقه معاینه‌شون می‌کنن، تبشون رو می‌گیرن، چشماشون رو چک می‌کنن، دست و پاهاشون رو چک می‌کنن که هم سریع انجام میشه و هم خیلی دقیق انجام میشه. هدفش همینه که از
پندمیکا و یه جورایی مثلا این سری مریضیایی مثل کرونا، آنفولانزا اینا جلوگیری بکنه. مثلا بچه اگه تب داشت سرما میخورد، این ربات تشخیص بده، سریع بفرستنش خونه دیگه، همه با هم آنفولانزا نگیرن. مثلا آبله مرغون، یادم ما کلاس اول کل 32 نفر کلاس آبله مرغون گرفتن و من مثلا به هر دو خواهرام دادم. مثلا خواهرم اون موقع دانشگاه میرفت، خیلی فاجعه بود. اگه این ربات بود این وضعیت اتفاق نمیافتاد. بعد حالا شاید بپرسین که خب چرا جاهای دیگه دنیا از این ربات‌ها زیاد نیستن؟ دولت آمریکا اومد یه مقاله پخش کرد که گفتش که خیلی کارتون خفنه و هیجان انگیزه و دمتون گرم، ولی بچه‌های کشور من، بچه‌های ملت من هیچ علاقه‌ای ندارن که ربات‌ها جاسوسیشون رو بکنن. پس لطفاً همون برای خودتون نگهش دارین تکنولوژی رو. حالا در هر صورت اینکه این ربات‌ها واقعاً یک تکنولوژی خیلی خفنی دارن، خیلی البته راه دارن تا برسن به پای دکترای واقعی، شاید هیچ وقت نرسن، که از نظر من قطعاً میرسن و جایگزین این دکترای و جراحای واقعی میشن. مثلا الانم یک جورایی جراحیای با ربات‌ها و اینا داره انجام میشه، ولی حالا راه زیاده هنوز. ولی قطعاً برای مامان باباهایی که خیلی میترسن از اینکه بلای سر بچه‌هاشون بیاد، یک تکنولوژی دلگرم کننده است. چین اولین کشوریه که با استفاده از هوش مصنوعی اومده یک روش خیلی کارآمد و هوشمندانه طراحی و تولید کرده برای داستان تفکیک زباله و این در حالیه که این سری کشورها مثل ایران خودمون حتی این قضیه تفکیک زباله‌های خونگی رو به عنوان قانون هم اعلام نکردن. همه چی رو با هم تو سطل آشغال میبریم، پرت میکنیم تو کوچه. حالا جدای از اینا، داستان اینه که چین توی بیش از 40 تا از شهرهای بزرگش اومده این سری سطل‌های زباله قرار داده برای تفکیک کردن زباله‌های خونگی. هر کدوم شکل متفاوت دارن، رنگ متفاوت دارن. مثلا این دونشون برای پلاستیکه، اون یکی مثلا چه میدونم برای مواد غذایی، اون برای فلان، این برای بیساره. ولی اینجا داستان تموم نمیشه و هوشمندانه تر از این حرف از قضیه. داستان اینه که برای اینکه بتونی آشغالتو برداری ببری بندازی توی این سطل آشغالا، اول از همه باید توی یک سیستمی ثبت نام بکنی، اطلاعاتت رو وارد بکنی و هر موقع که بری کنارشون بخواید درش باز بشه که بتونی آشغالتو بندازی، باید یک QR کد رو اسکن بکنی. بعدش هر باری که یه شهروندی با گوشیش اون QR کد رو اسکن میکنه، از طریق اون اپلیکیشنی که مختص به همیناست و همه کسایی که میخوان توی این سطل زباله آشغال بریزن باید داشته باشنش، این حجم زباله‌ای که توی اون سطل آشغال ریخته شده ثبت میشه براشون تو اپلیکیشنه و بعد هرچی امتیازشون بره بالاتر هدیه میدن بهشون، پول میدن، غذا میدن، وسایل خونه میدن، کارت خرید هدیه میدن و حتی مثلا میتونن این پول رو اهدا بکنن به خیریه، حتی میتونن نقدش کنن، بگیرنش. یعنی جوایز داره و اینجوری آدما رو بیشتر ترغیب میکنه که این تفکیک زباله رو حتما انجام بدن. و یه ویژگی خیلی خفن دیگه هم که دارن اینه که هر موقع که یکی با گوشیش اون QR کد رو اسکن میکنه که آشغالش رو بندازه توی سطل زباله، از طریق سیستم تشخیص چهره‌ای که دارن و همون اپلیکیشنه و همون کده، این آدم اطلاعاتش ثبت میشه توی اپلیکیشن و اگر اون تفکیک زباله رو به درستی انجام نداده باشه، مثلا چه میدونم پاکت شیر رو بندازه توی آشغالای تر، شیر اصلا باید بندازه توی آشغالای تر، چه میدونم مثل پلاستیکی رو بندازه توی چیز کاغذی، اینا میرن پیگیری یعنی میان دنبال یارو، حالا شاید خیلی فیزیکی نه ولی از طریق اون اپلیکیشن ردگیری میشه، ردیابی میشه که تو چرا همچین غلطی کردی و اینجوری دیگه میترسن ملت که بخوان این تفکیک زباله رو به اشتباه انجام بدن. اگه تو ایران باشه این قضیه واقعا عجیب غریب میشه، بامزه میشه. کاش تو ایران هم بذارن واقعا. بریم سراغ آخرین و پنجمین تکنولوژی که فقط توی چین می‌بینیم. همونجوری که توی این 4 تا قبلی گفتم، جمعیت چین زیاده، شلوغ، ترافیک است، 1 میلیارد و 500 میلیون نفر حدودی زندگی میکنن اینجا و حالا همینا رو در نظر بگیرین، ترافیک هست دیگه، قطعا شلوغه. بعد چین اومد گفت آقا من اصلا فروش خودرو رو کاهش میدم که شما های تپ و تپ نرین خودرو بخرین خیابونا قفل بشه، ولی با این حالی که کاهش داد خرید و فروش خودرو رو، سالیانه بیش از 3 میلیون خودرو داره خرید و فروش میشه توی چین و شما تصور بکنین که حالا جدای از شلوغی اینا جا پارک چجوری پیدا میکنن. ولی همونطور که خودتون میدونین چین که باخت نمیده، میاد یه کار هوشمندانه انجام میده که این دردسر رو یه جوری جمع جور بکنه و
اومده پارکینگ هوشمند اتوماتیک مورب رو طراحی کرده برای همین مسئله جا پارک‌ها. حالا این دقیقاً چیه؟ این پارکینگ تقریباً مثل کارواشای خودکار عمل میکنه. شما با ماشینت میخوای پارکش بکنی، میری وارد ورودی پارکینگ میشه، یه ورودی خاصی داره و یک صفحه فلزی جایی که باید ماشین رو بذاری، ماشین تو میری پارک میکنی، یعنی میذاری همونجا روی یک صفحه فلزی که بالا پایین میره، یعنی خودش مثل رباته، همونجا ولش میکنی، سویچت هم میذاری تو جیبت. حالا اتفاقی که میفته اینه که با کمک سنسورایی که توی پارکینگ هستش اول تشخیص میده که اون سیستم پارکینگ که کجا جا پارک خالیه، ماشین شما جا میشه. اون صفحه فلزی خودش میاد پایین، حرکت میکنه، میره به صورت اتوماتیک بدون نیاز به نیروی انسانی ماشین شما رو پارک میکنه توی همون نقطه‌ای که خالیه. و اتفاقی که میفته اینه که سیستم چیدمان این پارکینگ خیلی ارگونومیکه. مثلا لازم نیستش که برای ورود و خروج راننده جای خالی بذاره، یا مثلا مثل من راننده خیلی فاجعه‌ای باشه و مجبور باشه که مثلا 2 تا جای ماشین یه دونه پارک کنه، تو 2 تاش پارک کنه. خیلی ارگونومیکه و 70% کارآمدتر از پارکینگ‌های معمولیه. ایران داریم جدی همش خودکار انجام میشه. فلزی میچرخه دیگه. یه پارکینگ بزرگه، خیلی بزرگه، بعد به صورت مورب. 2 hours later. بعدم اینم بگم که خودروهای شما رو توی یک زاویه 30 درجه‌ای پارک میکنه، اینجوری چیز رو به بالای صفحه رو به بالای 30 درجه‌ای که هم زیرش میشه ماشین پارک کرد هم روش. برای همینه که 70% گفتم کارآمدتر از پارکینگ های معمولیه. و هر موقع هم که کارتون تموم شد خواستین ماشینتون رو برگردونین، اصلا لازم نیستش که نیروی انسانی یا پشتیبانی این کارو برای شما کنه. خودتون اطلاع میدین، دکمه میزنن، ماشین میاد همونجوری در میاره خودش رو، میره میاد روی همون، برمیگرده روی همون صفحه فلزی. بعد توی مصرف سوخت هم خیلی این پارکینگ‌ها کار آمدن. مثلا همونجوری دوباره مثال خودم رو میذارم، هی عقب جلو نداره، هی گشتن دنبال پارکینگ نداره، هی زدن به این ماشین و اون ماشین نداره، خیلی ترتمیز و سریع و ساده ماشین شما رو پارک میکنه. اینم از ویدیوی امروز. توی کامنت ها حتما برام بنویسین که اگر تا حالا چین رفتین از این 5 تا تکنولوژی که من گفتم تا حالا دیدینشون یا نه، استفاده کردین ازشون یا نه. بنویسین که برام هیجان انگیز بیشتر راجع بهش بدونم. اگر تکنولوژی دیگه‌ای هم هست که من جا انداختمش برام کامنت بکنین و مثل همیشه این ویدیو رو لایک بکنین، سابسکرایب بکنین، چنل یوتیوبمون رو هم همونجوری که گفتم سابسکرایب بکنین. بقیه‌اش چی بود؟ بقیه‌اش رو یادم رفت، همون کارهایی که همیشه زنگوله هم بزنید حتما. پس تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.